شاگردایم در قریه خودم خونه، در قریه دیگه که شاگردایم بود که تکبیر تشریقه در روز عرفه شروع کرده بعد از نماز تکبیر تشریقه. گوشتان واز است یا نه؟ الله اکبر بعد از نماز گفته. سلام از مسجد که برآمده مردم گفت نگفته بودیم که یا هم خراب شده قطع استاد خودشان یا وهابی گشته. سعی کنه برای بیان حقایق کلماتی که توسط دشمن در تلویزیونات زمزمه شده کلمه وهابی ایمانی حتی امر واجب بیان کردن شده. امر واجب مردم برای مردم بیان قدر چی میکنه؟ من دین روز درس مسلم گفتم، من گفتم آمین بالجعر بگوی. کسی که نفرت از سنت رسول الله داره دم پیش رویش بگوی. این عمل داده قدرش بشناسیم. ما باید بفهمیم که زمانی که رسول الله ما را ترغیب میده که عمل صالح. حدیث دیگه است ابن عمر رضی الله عنهما میفرماه پیغمبر علیه السلام میگه ما من ایام اعظم الی الله و احب الی الله، نیست روزها که خیلی معزز بزرگ باشه به الله و محبوب به الله باشه من العمل فیهن، از عمل کردن در این روزها، من هذه العشر، از این روز. پیغمبر علیه السلام چی توصیه میکنه؟ زمانی که هر عمل نیک در این روزها خیلی محبوب و معظم و بزرگ است، پیغمبر علیه السلام میگه فاکثروا فیهن التکبیر، فاکثروا فیهن من التهلیل والتکبیر والتحمید، شما زیاد کنید در این روزا الله اکبر گفتن، عظمت و بزرگی الله را بیان کردن، تحلیل لا اله الا الله گفتن، تحمید الحمدلله گفتن، تسبیحات زیاد بگوی، عبادات الله را زیاد بکنی، تکبیر بگویم. ما تکبیر نمیگیم، این در روز داخل شده هیچ کس هم نیست، کسی هم در یک جای نمیگه. سنتی که بالکل وفات کرده، مرده. اگر ما زنده کردیم شه بعد از اینکه هر کس سرش عمل میکنه بدون از اینکه اجر از او کم شوه بر ما اجر الله میده. سنتی که بالکل مرده و مردم خبر نداره. از تکبیرهای تشریق مردم خبر نداشت. من که از پاکستان آمدم چون اوازه ها قبلا آمده بود و مردم همینطور فقط منتظر بودن کدام عمل خلاف عمل خودشان در ما دیده شوه. شاگردایم در قریه خودم خونه، در قریه دیگه که شاگردایم بود که تکبیر تشریقه در روز عرفه شروع کرده بعد از نماز تکبیر تشریقه. گوشتان واز است یا نه؟ الله اکبر بعد از نماز گفته. سلام از مسجد که برآمده مردم گفت نگفته بودیم که یا هم خراب شده قطع استاد خودشان یا وهابی گشته. سعی کنه پرسان ما برابر شدم، یک دو نفر آستا کد آمد، اما از من پرسان میکنه مولوی صاحب از همین شاگردایت ما یک عملی خیلی جدید و نو دیدیم، ما چون که تو تایید میکنی یا نمیکنی باید شاگردایت بسیار معتاد باشه. اینجا خوب میبینی که مردم اساسیت داره اعمالی که ما گفتم چی عمل کرده تو بگو. وار خطا شدم که شاگردا کدام جنایتی بزرگ کرده او نسبت به ما میشه شاگردای تو گفته میشه مثل که آل ارج آمین بالجعر بگه خلاص دیگه نسبتش به ما میشه. شاگردای مولوی متوکل است. حالا به خاطر از اینکه چیسته چرا اینقدر چی میکنه؟ من دین روز درس مسلم گفتم، من گفتم آمین بالجعر بگوی. کسی که نفرت از سنت رسول الله داره دم پیش رویش بگوی، دم پیش رویش بگوی. از سنت رسول الله که نفرت داری بعد برش گفته شو. خب پرسان کردم بیادرها بگوی چی عمل انجام داده؟ گفت نماز که خلاص شد یا با آواز بلند الله اکبر الله اکبر یک کلمات دیگر هم قدش اضافه کرد. ما گفتم چرا شما چند سال هستی؟ گفت دیگه چی میگم؟ من خو اینا ریشم سفید شده ان شاء الله در 63 64 هستم. دیگهش برای من میگه که یک 52 شاید باشم 50 ساله باشم. ما گفتم در این قدر سالا تو اینا نمیفهمیدی کی تکبیر تشریق است؟ گفت بالله قسم کرد میفهمید. نگفتیم در عمر. ما گفتم خب از پیش سوال کردم، ما گفتم کتاب در کدام کتاب خب عقیده داری؟ گفت راست بگیم در کتاب حنفی. ما گفتم کدام کتاب؟ و بیچاره دیگر یاد نداشت کنزه، اما کنزه برش کشیدم. صفحه‌اش باز کردم، ما گفتم بخونه میره. گفت من کم کم ملاسم قدر زیاد عربی را نمیفهمم. گفتم اینا زیر ترجمه هم داره یا کلمه خونه میگه هیچ خوب گفته که اینا یک روایت است که از 5 نماز چی شوه 8 نماز، دیگر روایت او فتوا هم در قول امام است شاگردایش است. اول برش گفتم مثلا که امام صاحب تو نام خطا شده، شاگردا مخالفت امام صاحب کرده.
امام صاحب میگه 8 نماز پشتش خوانده شده تکبیر تشریق، امام ها میگه 23 نماز. چقدر مخالفت میکنه ها؟ خب بیچاره خیلی چی شدن. من گفتم چطور است؟ باز رفت در سری مسجد در سری مولایشان. مولا را گفته بود که مولا صاحب یک سوال. گفت بله. گفت نه همین دین به ما بیان کردی یا نه که پنهان کردی؟ گفت نه الله نکنه ما بیان کردیم. گفتیم روز ما پیش مولوی صاحب رفته بودیم یک چیز برای ما نشان داد که کتابی را برای ما بیان نشده. کتاب و صفحه‌ش هم ورقش قات کردگی برش داد. گفت را بخون. مولا میگه عرق کرد. بعد از عرق چی میگه؟ والا این گفتن خواهم میگفتیم. خب باز مردم آدم وابی میگه. امروز برای بیان حقایق کلماتی که توسط دشمن در تلویزیونات زمزمه شده کلمه وهابی، این معنی حتی امر واجب بیان کردن شده. امر واجب مردم برای مردم بیان کردن نمیتونه. بری ملایتان پرسان کنی. الحمدلله امروز کم کم سر و صدا شد. شاگردا پیدا شد ملا صاحبا را در تلویزیونا زنگ میزنه ما کم میگیره شد. این برای آجاز. او مولوی صاحب پیغمبر علیه السلام گفته من اراده یضحیه، کسی که اراده داره که قربانی کنه این دا وجوده عمره کننده هیچ مربوط نیست. دیگه چی میگه؟ در درجه مستحب است. اوه ملا صاحب بس پشتی سر زنگ برش میزنه که پیغمبر علیه السلام میگه فلا یأخذن، صیغه نهی است تاکید به امرای نون. نونی تاکید قطعش یک جای شده. پیغمبر به تاکید امر کرده و قرینه خلافش موجود نیستی. واجب است که باید بگذاری. اگر ایره میتراشی یا میگیری حرام است. مولا صاحب این طرف میخیز میزنه این طرف خیز میزنه بیان خونه میکرد. این مشکل ماست. این مشکل امروزی ماست که ما خود آگاه نمی کنیم. خود در کوچه اصلا چپ میزنیم. باز میگیم از کدام مولا را قبول کنیم؟ از کدام مولا را قبول میکنی؟ مولایی که عمل میکنه از پیش سند طلب کو که عمل انجام میده. من امروز الحمدلله در اون مجلس گفتم اخطار میدیم به سطح افغانستان. امی عمله که شما انجام دادی یک سند برام امونجا مولا بوده. خود شورام ندادم که لا اقل یک کم اینطوری هم میکردن امو قدرم نشد. من گفتم یک سند برام بده. بله دین ما را ترغیب داده به عمل صالح. عمل صالح به چی میشه؟ عمل صالح به ادای واجبات، منع شدن از منهیات، راه تقوا را اختیار کنیم، نمازهای خود محافظت کنیم، از صدقات زیاد کار بگیریم. موقع صدقه است. بندی که در زندان است، اولادش که در اینجا چیزی نداره، معیوبی که چیزی نداره، یتیمی که هست، بیوی که هست، از حالش